سلام بچه‌ها، حالتون خوبه؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. اومدم یه کتاب داستان واسه‌تون تعریف کنم به اسم میمینی یه عالم شیرینی با شعرهای ناصر کشاورز. دندونای میمینی درد میکنه خرابه. چرا؟ الان میگم من. قصه‌اش تو این کتابه. یه روز که توی خونه تنها میشه، میبینه توی ظرفی یه عالمه شیرینی. میخوره اونا رو، میگه چقدر شیرینه، خدا کنه مامانم نیاد منو ببینه. بس دیگه میمیری، خراب میشه دندونات. اینقدر نخور شیرینی، من نگرانم برات. باید شیرینی ها رو قایم کنم یه جایی. همینجا باش، نباید پشت سرم بیایی. داره شیرینی ها رو توی کمد میذاره. خوب جاشو یاد گرفتم، برمیدارم دوباره. آهان همینجا خوب. امان از این میمینی، صبح تا غروب میگرده دنبال این شیرینی. جای شیرینی ها رو حالا دیگه میدونم. راستی خیلی ساده است، مامان مهربونم. چه کیفی داره، به به، خوشمزه و شیرینه. چشمامو خوب میبندم مامان منو نبینه. ای وای، چرا دندونم دوباره درد گرفته؟ حرف مامان درست بود یا این شیرینی سفته؟ مامان جونم، دندونم درد میکنه دوباره. این دفعه بدتر شده، درد زیادی داره. بیا جلو ببینم، بگیر سرت رو بالا. گریه نکن، ساکت باش. حالا آروم بگو دندونم مامان جون، تو رو خدا دست نزن، درد زیادتر میشه. بگو چی کار کنم من؟ یه دندونت خرابه، درد تو از همینه. باید که دندونات رو دندون پزشک ببینه. اگه به حرف مامان گوش بکنی همیشه، دندونای قشنگت دیگه خراب نمیشه. باشه مامان، قول میدم هم بخورم شیرینی. دیگه به حرف مامان گوش میکنه میمینی. خب بچه ها، اسم من زینبه و الان داریم میریم نتیجه گیری کنیم. بچه ها، شما هم از این داستان یاد گرفتید که زیاد شیرینی نخورین و وقتی شیرینی میخورید، مثلا شکلاتی اینا رو میخورید، حتما بعد مسواک بزنید که دندونای قشنگتون خراب نشه. خدافظ. امیدوارم که از این قصه خوشتون اومده باشه.